و ما انسان را از گل خشک و لجن بدبو آفریدیم و جن را پیش از این از آتش گرم و سوزان خلق کردیم. و یادار هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت میخواهم بشری از گل خشک و لجن بدبو بیافرینم. و چون آفرینش او را تمام کردم و از روح خود در او دمیدم، به فرشتگان گفتم همه او را سجده کنید. همه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد از سجده کنندگان باشد. و خداوند گفت ای ابلیس، چرا تو همراه دیگران آدم را سجده نکردی؟ گفت نمیخواهم بشری را سجده کنم که او را از گل خشک و لجن بدبو آفریده ای. خدا گفت از این مقام و مرتبت بیرون رو که از درگاه ما رانده شده ای و تا ابد نفرین بر تو باد. گفت پروردگارا،